مرده را برند سوی گور. جان شیرین نظر کند از دور، روح بر جسد نگاه میکنه در قبر. جان شیرین نظر کند از دور، بگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. تو دوا کردی مرم در بلا موندی، اگه جسمم در عذاب روحم در عذاب. عاقبت حال این چنین بوده، میگه چون نکردی عمل به فرموده. بعد رو میگه این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند مال میگفتی. انمی برای زن و برای فرزند میدویدی از سحر تا بگه نماز تا قضا میکردی، به خاطر اینها دروغ میگفتی، مال مردم میخوردی، دزدی میکردی، خیانت میکردی، امر خدا را به جا نمیآوردی برای زن و فرزند. انم را میگه این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند مال میگفتی. بعد که دوجه چی است که بی وفا بوده است مال و جوف، نزد مولای خود چی باید گفت؟ دیگه در او قبر نزنه، نه فرزند نه یگانتش. با در روز قیامت وقتی که روبروتان میکنه، انمو فرزند مال و ملکی که دزدی کردی و نماز قضا کردی و نخواندی و ترک عبادت کردی، میگه ما تو نگفتیم که با ما حرام بیار، بگی حرامای دودگی تخدت بگیر. با در روی پدر و مادر سیاه میکنه و فرزند. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده است مال و جوف، نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی را به جا نیاوردی. با کدامین عمل کدامین حال، میروی نزد حضرت متعال. عبادت نکردی، تراویح نخوندی، روزه را نگرفتی، پس به کدام حال به سوی پروردگار میروی؟ حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام. از همه چیزی که ما دارایی که داریم خدا پرسش میکنه. از حلال هم میپرسه، از حرام هم میپرسه، از شبهه هم میپرسه. پرسد از شبهه و حلال و حرام. پرسد از ما چرا چنین کردی؟ خدا میپرسم چرا چنین کردی؟ آن گناه ساختی و این کردی؟ تو که عبدی و من که معبودم، امر نهی بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی؟ غیر شرمندگی چی روی جواب؟ وای آندم به جان قطره آب. غیر از شرمندگی یک قطره آب، می آدم میگه وای بر حال قطره آب که دیگه در نزد